عبدالله بن جابر انصاری رضی الله عنه نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بود. میگه با پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم که ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه یک مرد داخل شده پیامبر سوال کرد صلی الله علیه و سلم. چگونه که ما یک برادر اهل علم سوال میکنیم، یک مردم اومده پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داخل شد و از حضرت سوال کرد. فقال ارأیت اذا صلیت المکتوبه و صمت رمضان و احللت الحلال و حرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنة قال نعم رواه مسلم. میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بود، یک جوان پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم داخل شد و از حضرت سوال کرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله، مقصد وقتی ایمان به الله انسان که اوورد، اول انسان ایمان به الله میاره، میگه یا رسول الله بعدا وقتی بعد ایمان به الله وردن این که من نماز بگذارم، عبادتی که الله 5 وقت برای ما فرض گردانیده است، 5 وقت نماز در وقتش بخونم و صمت رمضان و ماه شریف رمضان چیکار کنم، ادا کنم. این بعضی برادران میبینی مقصد الحمدلله میگن نامشون مسلمان میگیرن، نه عبادت دارن نه رمضان دارن و این بنده رنگه اول سوال میکند نماز بخونم و روزم ادا کنم و احلال تو حلالا و هر چیزی که الله حلال گفته است به او اعتقاد داشته باشم که حلال است و از هر چیزی که خدا حلال گفت به او حلال بدون و از او استعمال کنم و حرمت الحرام و هر چیزی که الله حرام گفت او را حرام بدونم و از او دور باشم. بعض انسان ها را میگه همین چیز حرامه، میگه بله حرامه، نه که همون کارا میکنن و میدونه اعتقاد داریم حرامه، نه که با از همون حرام چی باشیم با دور باشیم. یکی از شرط های چی ایمانداری اینه که از همون حرام چی باشیم دور باشیم. ولم ازید علی ذلک شأن، یا رسول الله من از همه هیچ زیاد نکنم، ادخل الجنت، آیا داخل جنت میشم یا رسول الله؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت نعم، آره. نگاه که برادران اهل اسلام در این حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این جوان به چی دلالت میکنه و چی نصیحت میکنه؟ حرام حلال خدا را حلال دانستن و حرام خدا را حرام دانستن یعنی یکی از گوشه ایمانداری من است. برادران اهل اسلام در هر کجا که باشیم نگاه که الله متعال در قرآن عظیم شان با بندگان خود چی زیبا میفرماید، استعیذ بالله و ما آتاکم رسول فخذوه، هر چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانب الله به شما کیور شما او را همچون دستور عمل زندگی خود قبول کنید و ما نهاکم عنه فانتهوا، و از هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم شما را گفت که نکنه او را چیکار نکنه، انجام ندهی. مقصد حرامش گفت از همه حرام دور باشه. به همین خاطر یکی از نشانهایی که مسلمان‌ها را امروز ضعیف کردن همیه که دشمن اسلام بر بالای اسلام غالب شده است، اینه که حرام در بین مسلمان‌ها ایجاد کردن تا اینکه به همه حرام چنگ بزنن و حلال دور بردن. امضا هر معار عذر میکنیم، هر بهونه میکنیم، هر حرامی را که خدا حرام گردانیده است، پیامبر حرام گردانیده است، او را استعمال میکنیم. به همین خاطر ایمان من تو ضعیف شده است. الله متعال میگه استعیذ بالله اطیعوا الله و اطیعوا رسول، اطاعت الله کنه. اطاعت الله چه؟ هر چه قرآن گفت با او عمل کنه و هر چیزی را که گفت نکنه از او انجام ندهه و هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت انجام بده و هر چیزی که رسول الله گفت انجام ندهه از او دور باشه. و دیگر نصیحتایی که ایره پیامبر این جوان کرد این بود که مقصد از نماز سوال کرد. نماز هم یکی از نشانه‌های ایمانداری از برادران، فراموش نکنید. و روزه هم همچنین. امروز که ماه شریف رمضان بسیار اکثر مسلمان ها را میبینی به هر بهانه روزه را میخورن و اگر چند بعد روزه هم روزه را انجام میدن که اون برکتی را که در روزه، اون ثوابی را که در روزه در میوی بعد روزه دریافت نمیتونه. به همین خاطر کوشش کنه که از این گفته‌های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در زندگی خداوند ما و شما را موفق